یک مقدار در مورد دورت به همون بگو، اون دوره که قبلا برای من تعریف کرده بودی. ببین، برای اینکه بیکوئری رو بشناسیم خوبه که یه نگاهی از قبل بهش داشته باشیم. همه دیجیتال مارکترها حداقل یک بار از آنالیتیکس یا سرچ کنسول یه گزارشی گرفتن، ولی اکثرا نمیدونن که گزارشی که دارن میگیرن احتمالاً بر اساس 100% دیتاشون نیست و کامل هم نیست. همین موضوع باعث میشه تحلیل هایی که دارن، حالا چه از نظر حوزه سئو و چه از نظر بقیه چنل های مارکتینگی، خب کامل نباشه. تا 3 سال پیش یه ابزاری وجود داشت به اسم بیکوئری که فقط برای قشر سرمایه‌دار در دسترس بود، در واقع کسایی که فقط آنالیتیکس 360 رو داشتن. ولی از زمانی که آنالیتیکس 4 عرضه شد، گوگل این فیچر رو برای همه رایگان کرد. حالا بیکوئری چیه؟ یک فضای آنلاینه که به ما اجازه میده دیتا رو از جاهای مختلف واردش کنیم. حالا به نظر تو چه مزیتی میتونه این قضیه برای دیجیتال مارکترها و برندها داشته باشه؟ ببین، وقتی دیتا کامل باشه، خب تصمیم گیری که دارن خیلی بهتره. برای سئو کارها این فرصت رو بهشون میده که بتونن مانی کیورد هاشون رو شناسایی کنن. در حالت عادی خب ما نمیتونیم همچین گزارشی رو داشته باشیم. برای کمپین منیجرها فروش دقیقشون رو میتونن داشته باشن بدون اینکه سامپل شده باشه دیتا، یا اصلا به دلیل کم بودنش اصلا ایگنور بشه. برای دیجیتال مارکت هم که یه مزیت رقابتی هم در بازار ایران هم خارج از ایران، فرصت‌های شغلی خیلی جذاب میتونن داشته باشن و یه جوری لبه بین مارکتینگ و دیتا حرکت کنن. دقیقاً، یعنی دیجیتال مارکترها ممکن دارن به صورت فریلنس کار میکنن و حالا با ایران یا خارج از ایران کار میکنن، ولی برند ها هم نباید از این قضیه غافل باشن. یعنی هم میتونن دیجیتال مارکتری رو استخدام کنن که این دیتا رو داشته باشه، همین که اصلا آموزش بدن افرادی که تو سازمانشون هستن که بتونن از این اطلاعات و دیتا ها استفاده کنن. و حالا بهمون بگو که چند ساعت دورت؟ دوره من 9 ساعته توی اسپات پلیر. دوستان میتونن دوره رو خریداری کنن، ببینن. پشتیبانی توسط خودمه، چون یه دوره آنگوینگه و لرنینگش همینجور ادامه داره. هر در واقع مبحثی اضافه بشه، من به دوستانی که قبلا هم دوره رو تهیه کردن در اختیارشون قرار میدم. یعنی یه آپدیت لایف تایم داره. خیلی عالیه خودت که توی این اکوسیستم شناخته شده و واقعا نیاز به معرفی نداری. مزیت این دوره اینه که تحلیل پشتشه. یعنی در فضای وب نه ایران و نه در خارج کسی نیست که بیکوئری رو با نگاه مارکتینگ تدریس بکنه، هم اسکیول رو بگه، هم آنالیتیکس 4 رو تسلط داشته باشه، تیبل های مختلف رو و خود ابزار بیکوئری و اینسایت هایی که بچه‌ها میتونن ازش بگیرن. من خودم از ویدیوهای یوتیوب همیشه استفاده میکنم. خیلی خوشحالم که توی این 1 سال اخیر با همدیگه آشنا شدیم. ممنونم ازت. مرسی. مرسی. خسته نباشی. فعلا خداحافظ.